بچه‌ها اون که 3 روز نمی خونه وقتا گفتم که تمام دیگه میبرم گوش خون میره. اسکندر افرنگوف 33 ساله ادعا دارد که کارمندان میلیسای ناحیه مومن‌آباد او را بعد از جنجال لفظی با 2 ساکن بازداشت کرده و به هیچ سبب تحقیر و دشنام کردند. در پدال بودم زدم خودش به اومد رفت و یک میلیسای دیگه اومد اسرائیل اومدم وقتی گرجدانسکی زده استردم اومدم دستوش پسی پش رفت تو سایه شبکش گرفتم مثل داوید اومد یک مش در توی سرم مش زد. دیگه توقع بچه رئیس ناحیه را شناختم دام دو زده استاد دیگه بسیاری بودنم طریق گرجدانسکیوش پرکتیکانتا دیگه اوشا نشناختم. اسکندر میگوید آن شام سرخوش بود و با اختیار خود به شعبه کارهای داخلی آمد. همونجا زدنم بعد زدن بروردن تورده با اینود ما گرفتن گفتن خیلی جریمه اشتراف میکنیم 50 سومونی و قسمی نیست 45 سومونی و قسمی نیست همین جریمه را میسپارید. با ادعای اسکندر افرنگوف 2 مأمور میلیسا و 2 نفر دیگر که لباس ملکی داشتند به نام مادر و همسر و خواهرش دشنام‌های قبیح میدادند و او را به حد زدند که از گوشش خون آمده است. یعنی سرای سیخ میزنه فقط درد میکنه ای گوشم خون میروه همین گوش نگاه میکنی بفهمیش همین گوشی من دیگه شیدگی همین گوشم که ایش معیده شیدگی. اسکندر افرنگوف میگوید برادرش او را 1 روز بعد رهایی از بازداشتگاه شعبه امور داخلی به شفاخانه مرکزی شهر کلاب برای معالجه آورد. دیگه همون روز ملیسا همه کسا رفتم با اون دختره دیگه در دختر خواب کنیم نموندم در کلاب رفتم 10 روز خواب شیدم که ملیسا اینجا درک گفتن رفتم با اونجا را اینجا دیگه ورچه گفتم من را جواب که من میرم خونه خیلی سلامتی مسوز شده اینجا جواب دادم. سفرما ظریف و مادر اسکندر میگوید از بس که در مقامات انتظامی ناحیه مومن‌آباد کسی ارزو دادشان را نشنید تا به دادستانی کل به شهر دوشنبه آمد و در اینجا به او گفتند که رسما به دادستانی ولایت ختلان مراجعت کنند. میفورم که ملیسا و چی کور برن در بین همین ادمو برای اگر همون سوت ملیسا و پرکرور نباشه این خیلی ادمانی گوش نمیکنن خیلی اینی به این حولی تری اکه باید نکنن تایده. مقامات میلیسای ناحیه مومن‌آباد ادعای اسکندر افرنگوف و خویشاوندان او را قاطعانه رد کردند. با رادیوی آزادی گفتند از شعبه امنیتی کارهای داخلی منطقه برای تحقیق ادعای اسکندر افرنگوف آمدند و با او صحبت کردند که در حقیقت لطکوب شده است یا نه. هیچ چیز نیافتند رفتند. ما اگر با همین بدبختی همین بچه ما همیده که بچه من خود چون گفتم لیسو چی کدیستن دیلش کدیستن این روزو هم طریق قبطه بودن با پرکرور بردن بوی کتکه یک خیلی کمی زدنش این کتکه کمی را قبطه درونده گفتن که قد با قد گرفته کتکه کمی را درونده. در تاجیکستان بدرفتاری ماموران میلیسا و یا لطکوبی بازداشت شدگان به مشاهده می رسد و تنها در 3 ماه گذشته به ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه در تاجیکستان 16 نفر شکایت کردند.